در جامعه مردم باید علم زندگی بلد باشن و نوعا متاسفانه ما این چیزها رو نداریم. آشفتگی امروز ما از چیست؟ ما عرض کنم که جبهه متفاوت داریم: جامعه، منزل، فرد. برای فرد طبیب و روانشناس لازم داره. برای زندگی علم زندگی. ما علم زندگی نداریم، اصلا دانشش نداریم. الان همه که میرن مدرسه، از ابتدا تا دانشگاه، از نمیدونم دانشگاه تا حوزه، تمام اینها علومی که میخونن هیچ کدومش ربطی به زندگی نداره. هیچ کدومش. صرف میخونن، نحو میخونن، ریاضی میخونن، فیزیک میخونن، شیمی میخونن، ربطی به زندگی نداره. علم زندگی یک ورژن خاصی است که آموزش میخواد. ما مبادیشو جور میکنیم اما ازش نمیتونیم نتیجه بگیریم. لذا شما تو کشور ما ببینید نوع دانش پژوهان ما مشکل در زندگی دارن. از این عالم مشکل زندگی داره تا این استاد دانشگاه مشکل زندگی داره. نوع تحصیل کرده های ما دعوا و مرافعه دارن تو خون زندگیشون، چون علم زندگی بلد نیستن. این کسی مهندس میشه راننده که نمیشه که دیگه. یه کسی نجار میشه آهنگر که نمیشه که. حالا آهنگری و نجاری به هم نزدیکه، ولی آهنگری دیگه با رانندگی یکی نیست، رانندگی با خوانندگی یکی نیست، این از هم جداست. 3 ساختار متفاوت رو باید در یه جامعه نظام، دولت، حکومت دنبال کنه. به ظرف جامعه سیاست، به ظرف معیشت زندگی و به ظرف بدن روانشناختی و روانشناسی جامعه رو باید ارتقا بده.